امشب چی کاره ای؟ هیچی، جای خاصی نمیرم، فقط میرم کافه. تو که از کافه خوشت نمیاد راستی. آره، کافه دوست ندارم، ولی یه کار خیلی دوست دارم. خب من میرم یه گوشه میشینم و بهترین جا رو انتخاب میکنم، چند نفر رو زیر نظر میگیرم، مخصوصا کاپلای دختر و پسر، و به شدت روی پسر تمرکز میکنم. ولی گرایشاتت متفاوت شده. بعد یواش یواش پسر نیاز داره بره دستشویی، منم پشت سرش میرم. خب نه، کار نمیخوام بکنم. خب یه عطر زنانه شیک همیشه همراهمه. وقتی از دستشویی میاد بیرون چند تاشو اسپری میکنم بهش. اون موقع است که نمایش شروع میشه. بعد فقط میشینم تیغ و جاغ دختره رو نگاه میکنم. بی‌نظیره. دهنت سرویس.